سلام، فرزین هستم. امروز اومدیم با یه چالش 6 نوع فلفل با بستنی. بریم تستشون کنیم ببینیم کدوم از همه تندتره. فلفل اول فلفل سفید، بریم تستش کنیم. یکم فلفل برمی‌داریم می‌ریزیم روی بستنیمون. بریم. خوشمزه شد اصلا. من از 1 تا 10 بهش نمره 4 میدم. یک کم تنده. فلفل دومی فلفل چیلی. یکی از فلفل تنداست به نظرم. بریم تستش کنیم. خیلی تنده. این از 10 بهش 8 میدم. فلفل نوع سوم فلفل صورتی. بریم با هم تستش کنیم. چقدر قشنگه. این بیشتر بستنی خوشمزه‌اش کرد. اصلا تند نیست. خیلی خوب.